سلامتان که بچه شما هم در شرکت فابلی کار میکنید هم در شرکت اتمی. شما میتونید که در دل خود شرکت اختیار کنید و اتمی فابلی که کار کنید. یعنی که این شرکت ها رجای کاری نداره. اگر شما در اون کارخانه کار میکنید میخواین درآمد زیادی داشته باشین، پس کار برای شما. فرقیت شرکت اتمی در چیه؟ یعنی که شما هر ماه خرید نمیکنین، بالاتون نمیسود، اولیکوی نقص میگیرین و شرکت اتمی محصولات های کارایگی میباشه که در جهان نمره یکه، بسیار ویتامین های فایده بار داره و اولش که خداوند خودش بعدا از ویتامین های همین شرکت بسیار نفران حامله دار شدن، یعنی که برای باردار شوی حامله دار شوی ویتامین ها دارند. کسمتیکا های نمره یک ریسکی و باز محصولات هایی که برای ریختن موی سر شما میتونید هم خریداری کنین برای خودتون فایده، هم کار کنین، هم اولی گیرین. چی محصولات هایی که کسمتیکا، ویتامین و دیگر محصولات ها شما در کار باشد و تمام جا دستافکه دارن و همچنین برای تاجیکستان هم به پول یعنی که دستافکه هست. در بسیار شرکت های خیلی نیسته. برای همین خیلی خرکای خوش روی ما بکار نشینید. خیلی گفتم فرقیت شرکت کلانترینه. در این شرکت شما صاحب همه چی میشین. حالا اگه که همون نگفتک من نه شکری خدا از من در خانه بیکارم، هم کار فابلی میکنم، هم اتمی، هم گرینبی، همشه. برای ما زنها چیل هنر کم است و چی گفتنیم که برای کار کردن مرحمت به پریجان مراجعت کنین. شما در مدت خیلی هم کوتاه انشالله که بزینه های بلند میبره، صاحب همه چی میشین. نه رقم های واتساپش، نام اینستاگرامش با چی سال داره، مرحمت به خودش مراجعت کنین. Oynatma sadrını toyda, gözlerim çaknaydı muhabbet.